اشتر آوردیم نماز خفیه بود از باید پس میخوادیم پیشی بده اصلا بوده او امام ایروی جهل و نادانش بلند خوانده نفر دیگه بوده که ایدونش اقتدا قوی بوده این مرد که نماز پس دهیده در نماز او سهیم آدم بوده گم نزد که نماز فاسد میشود علم نیست او دیگرش بوده من که میدانم خب که گویا در نماز خب بوده من که میدانم خب یه بیلمیه ولی قصه شوخی‌آمیزه یک خنده داره لیکن اصلش به علمی صحبت میکنه که انسان به علم باشه نماز درست نمیتونه بخونه علم نداشته باشه روزه درست نیست علم نداشته باشه نکاح درست نیست علم نداشته باشه لا اله الا الله درست نیست علم نداشته باشه هیچ چیز در زندگی درست نداره هیچ چیز در زندگی نداره نه جنبه تعلیمات دینی خوبه نه دنیوی آدم بی علم آدم بی علم برادر عزیز آخه کدام نمودش بگیم که بفهمیم سعدی را خدا رحمت کنه سخنی بسیار عجیب داره میگه نخست از کسب دانش بهره‌ور شو نخستش یعنی اول کار میکنی باید علم داشته باشی نخست از کسب دانش بهره‌ور شو این جوانا داره جوانا امروز دیپلم‌ها 3 دیپلم داره یا خیلت حالا خوب کلام در داخلش هیچی نیست بعد میزنن تعریفه که من 2 دیپلم دارم جای کار ندارم آخه در کلام هیچی نباشه در خیلی جای کار بگیرن میده ترین اشیای داخل خاک میدان چیه برادر عزیز؟ طلا داخل خاک ده میده ترین اشیای داخل خاک طلا هست از یک کم ازش ممکن که یک گرم 2 گرم بیاورن یک کم از خاک میشوند تازه میکنن مهنت چند نفره بعد 1 گرم 2 گرم طلا ممکن بیاورن لیکن به خاطر اینکه 1 گرم 2 گرم طلا قدر طلا یا چون طلا یک کم از خاک میشوند 1 گرم طلا رو میگیرن